کنید. موضوع بعدی که میخوایم راجعش صحبت کنیم متغیرها هستن. به زبان ساده متغیرها یعنی قسمتی از حافظه که ما اون قسمت رو مشخص میکنیم و داخل اون یک مقداری رو میریزیم. با توجه به اینکه مقدارمون چی باشه مشخصات اون قسمت حافظه متفاوت خواهد بود. اون قسمت حافظه رو یه ظرف در نظر بگیرید. وقتی شما یک متغیر کوچیک داخلش میریزید اون ظرف میتونه کوچیک باشه، ولی وقتی یک متغیر بزرگ رو داخلش میریزید اون ظرف ما متناسب با اون متغیر ما باید بزرگتر باشه تا این متغیر ما داخل اون ظرف بتونه جا بشه و قرار بگیره. در زبانهایی مثل C++ و جاوا شما باید نوع این ظرف رو خودتون مشخص میکردید. با توجه به متغیری که دارید بهش نسبت میدید و صفاتی که نیاز دارید باید نوع ظرف رو خودتون به صورت دستی مشخص میکردید. اما در پایتون خود پایتون با توجه به متغیری که شما بهش نیاز دارید نوع ظرفتون رو خودش به طور اتوماتیک تشخیص میده و اختصاص خواهد داد. یک چیزی که ما قبلا راجعش صحبت کردیم استرینگ بود. گفتم هر چیزی که من دوست داشته باشم و داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار میدم. این الان یک استرینگ هست. این همون مقداریه که من میتونم داخل متغیرم یا ظرف از حافظم بریزم. حالا ظرف حافظه‌ام رو چجوری مشخص کنم؟ برای اینکه بتونید یک مقدار رو به قسمتی از حافظه‌تون اختصاص بدید، اول باید اسم اون ظرفتون رو مشخص کنید. یعنی یک اسم برای ظرفتون انتخاب کنید. اسم این ظرفمون رو میذارم x و بعد از اون با استفاده از مساوی اون مقداری که مد نظرم هست رو داخل x میریزم. به این شکل. یعنی الان ما یک ظرف داریم، اسم این ظرف x هست، محتویات این ظرف pd هست. من این رو اجرا کنم. هیچ اتفاقی نیفتاد. حداقلش اینه که الان هیچ خطایی نداریم. برای اینکه یک فیدبک این بگیریم میخوام پرینت رو به این اضافه کنم. گفتم که پرینت یک دستوریه که با استفاده از اون ما میتونیم یک مقداری رو چاپ کنیم. یکی از روش‌های چاپ این بود که من داخل این پرینت اون رشته‌ای که مد نظرم هست رو چاپ کنم. مثل الان من الان میرم سراغ ران و میبینید که PD برای من چاپ شد. اما یک روش دیگه استفاده از پرینت مثل اون مدلی بود که توی سینوس ها دیدید، یعنی یک متغیر رو چاپ بکنه مثل x. به نظرتون این خروجیش به چه شکل خواهد بود؟ من این رو ران میکنم، میبینید که باز PD رو برای من چاپ کرد. به این شکل من این متغیر رو مقداردهی میکنم و ران میکنم. خب ببینید چیزی که برای من چاپ کرد دقیقا همون مقداریه که داخل x دارم میریزم. در واقع من دارم به پرینت میگم که برو سراغ ظرف x، محتویات ظرف x رو برای من چاپ کن. من میتونم اسم این رو هر چیز دیگه‌ای که دوست دارم بذارم و بعد از اون بهش بگم که این هر چیز دیگر رو برای من چاپ کن و ران کنم. میبینید که باز هم به همون شکل داره کار میکنه. اگر من مقدار این رو عوض کنم و ران کنم میبینید که مقدار جدید این رو برای من داره چاپ میکنه. حالا من اگر این متغیر رو داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار بدم چه اتفاقی میفته؟ این رو ران میکنم. خب ببینید این بار something else رو به عنوان یک رشته از من گرفت و قرار دادن اون داخل کوتیشن به این معنیه که این something else یک متغیر نیست بلکه یک رشته هست و اون رو به صورت یک رشته چاپ کن. یعنی something else رو برای من چاپ کن. اما وقتی اون رو داخل کوتیشن قرار نمیدم یعنی برو محتویات something else رو برای من چاپ کن. محتویات something else هر چیزی که ما در اینجا داریم می‌نویسیم. الان من داشتم به این رشته میدادم بریم سراغ نوع‌های دیگه‌ای از متغیرمون. مثلا اعداد نوع دیگری از متغیرها هستند که شما میتونید از اونها استفاده کنید. تفاوت استرینگ ها و اعداد رو در جای خودش خواهیم گفت. فعلا هدفمون به دست آوردن یک دید سطح بالا نسبت به این هاست. من این رو ران میکنم و به عنوان خروجی برای من این عدد رو چاپ کرد. پس متغیر میتونه هر چیزی باشه، منتها اینها تفاوت‌هایی بینشون هست. یعنی بین 12 و 12.5 که من الان اینجا نوشتم تفاوتی وجود داره. به 12 میگیم اینتیجر مربوط به اعداد صحیح هست، به 12.5 میگیم فلوت یعنی مربوط به اعداد اعشاری هست. من اگر این رو ران کنم خروجی ما 12.5 هست، اما something else ما دیگه یک اینتیجر نیست بلکه یک فلوت هست. این تفاوت‌ها رو خود پایتون داره منیج میکنه و بدون اینکه شما درگیر این چیزا بشید براتون خودش داره این کارا رو انجام میده. اگر شما بخواید به جاوا برنامه نویسی کنید باید خودتون مشخص کنید که براش من الان فلوت میخوام استفاده کنم، من الان ایکس هم میخوام اینتیجر باشه و جاوا به طور اتوماتیک این کارها رو برای شما انجام نمیده بلکه به طور دستی باید براش تعریف کنید. بریم سراغ پاورپوینتمون. پس متغیر ظرفی از حافظه است و این ظرف ها باید با هم تفاوت کنن متناسب با چیزی که ما داریم داخل این ظرف ها میریزیم. برای اینکه یک متغیر ایجاد کنیم هم کافی از اسم متغیر مساویه با مقدار متغیر استفاده کنیم.
دو مدل دیگه مقداردهی که در پایتون وجود داره رو من در اینجا آوردم، اینها رو هم بررسی کنیم. من گفتم که اسم متغیرتون میتونه هر چیزی باشه، مثلا something else باشه، A باشه، B باشه یا C باشه. شما میتونید اسم ظرفتون رو هر چیزی که دوست دارید اختصاص بدید. حالا من اینها رو دونه دونه مقداردهی میکنم و کافیه جلوی هر کدوم از اینها مساوی رو قید کنم و بعد از اون چیزی که میخوام داخلشون باشه رو قید کنم. مثلا 12، 12.5. به B من یک رشته اختصاص میدم و به C یک کاراکتر مثل H و حالا بهش میگم که برای من اینها رو چاپ کن، something else رو چاپ کن، A رو چاپ کن، B رو چاپ کن و C رو هم چاپ کن و ران میکنم تا خروجی رو ببینیم. خب برای من اول something else رو چاپ کرد، بعد A رو چاپ کرد، بعد B رو چاپ کرد و در آخر هم C رو چاپ کرد. اگر من هر کدوم از اینها رو داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار بدم، دیگه نمیره سراغ محتویات اون متغیر تا اونو چاپ کنه، بلکه همون چیزی که داخل دابل کوتیشن گذاشتم رو چاپ میکنه. میبینید که اینجا C رو برای من چاپ میکنه. ولی اگر من این رو وردارم، یعنی C یک متغیر هست، یک کاراکتر یا یک رشته نیست. برو سراغ محتویات ظرف C و محتویات اون رو برای من چاپ کن. این چیزی که در اینجا دیدید تعریف چند خطی متغیرها بود. پایتون یک روش هوشمندانه تر هم داره که شما میتونید از اون استفاده کنید. به این روشی که من الان دارم اینجا مینویسم میتونید کار کنید. متغیرهاتون رو از هم جدا کنید و همه رو توی یک خط بنویسید و بعد به ترتیب مقادیری که قراره بگیرن رو بهشون بدید. دقیقاً همون چیزی که ما تو چند خط نوشتیم و من الان دارم توی یک خط مینویسم و اینها رو پاک میکنم. پرینت رو تغییر نمیدم و خروجی ما باید همون چیزی باشه که دفعه قبل برای ما پرینت کرد. پس این اختصاص چند تایی رو هم در نظر داشته باشید. یک چیز دیگه ای که بد نیست ببینیم این مدل هست. من یک متغیر تعریف میکنم به نام x، یک مقدار بهش میدم و یک متغیر دیگه تعریف میکنم به نام y، یک مقدار بهش میدم. این دوتا متغیرها مقادیرشون یکسان هست، یعنی هم x هم y جفتشون 12 و داخلشون ریختم و بعد ران میکنم. میبینید که 12 و 12 چاپ شد. چون اینها یک مقدار هستن، یعنی 12 و 12 هستن، یک مقدار مساوی هستن، من میتونم از یک روش دیگه استفاده کنم به این شکل: x مساوی y مساوی با 12. الان این خطی که اینجاست دقیقاً برابر همون چیزیه که ما تو چند خط نوشتیم. الان اگر من این رو ران کنم، باز هم میبینید که خروجی جفت اینها 12 هست. این هم یک روش دیگه برای مقدار دادن به متغیرهامون هستش. به عنوان جمع‌بندی این اسلاید، متغیرها ظرف‌هایی از حافظه هستند که ما یک سری مقادیر رو داخل این ظرف‌ها قراره بریزیم. با توجه به مقادیری که ما داخل این ظرف‌ها میریزیم، این ظرف‌ها باید خصوصیت خاصی داشته باشن و پایتون این خصوصیت رو خودش به طور اتوماتیک برای این ظرف‌ها تعریف میکنه. دستور بعدی که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم تایپ هست. در اسلاید قبلی من گفتم با توجه به مقداری که داخل متغیر داریم میریزیم، نوع این متغیر تغییر خواهد کرد و پایتون نوع مشخصی رو به این متغیر اختصاص میده. حالا من میخوام راجع به همین موضوع صحبت کنم. میام دوباره اینجا y رو یک عدد صحیح تعریف کنم، x رو یک عدد اعشاری. میتونیم برای گرفتن یک فیدبک ستای اینها رو چاپ کنیم. همونطور که میبینید عدد اعشاری، عدد صحیح و رشته چاپ شد. یعنی به ترتیب x که این باشه، y که این باشه و z برای ما چاپ شد. علل ظاهر بین اینها هیچ تفاوتی نیست، چون این تفاوت‌ها رو پایتون سعی کرده از چشم شما مخفی کنه تا کار شما رو ساده تر بکنه. ولی در اصل بین این سه تا تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره. بریم سراغ پایتون شل. ابزار دیگه ای که قراره من اینجا معرفی کنم تایپ هست. تایپ یک ابزاری است که پایتون در اختیار شما قرار داده. با استفاده از اون میتونید نوع متغیرتون رو مشخص کنید. مثلا من x رو 1.36 تعریف کرده بودم و y رو یک عدد صحیح یعنی 12 و z رو یک رشته. حالا با استفاده از تایپ میخوام ببینم تفاوت اینها چی هست. تایپ رو مینویسم، پرانتز باز و بسته، داخلش اون متغیری که مد نظرم هست رو قرار میدم. کلاس x ما مربوط به فلوت هست. راجع به کلاس ها صحبت خواهیم کرد به طور مفصل در فصل‌های آینده. فعلا اجازه بدید تمرکزمون فقط روی انواعی باشه که این داره به ما میده. من دوباره تایپ y رو بررسی میکنم ببینیم y به چه صورتی هست. y رو برای من یک عدد صحیح تعریف کرده، اینتیجر. مگه جفت اینها عدد نیستن؟ هم این عدده هم این عدد. ولی y رو اینتیجر تعریف کرده و x رو فلوت. چرا این اتفاق افتاده؟ اینتیجر و فلوت میشه صفت ظرف‌های ما. یعنی الان ظرف x من صفت فلوت بودن رو داره و صفت y اینتیجر هست. این
بین ظرف اینتیجر و فلوت تفاوت وجود داره و عمده ترین تفاوتشون تو ظرفیتشون هست. ظرفی که فلوت هست ظرفیت بیشتری داره چون باید اعداد اعشاری رو نگه داره. به خاطر همین یک ظرف بزرگتر رو ما به اون اختصاص میدیم و اعداد اعشاری رو داخل ظرف‌های بزرگتری نسبت به اعداد صحیح میریزیم. اما 12 یک عدد صحیح هست، ظرف کوچکتری رو نیاز داره برای نگهداری. به خاطر همین تایپ ایگرگ اینتیجر هست. بریم سراغ تایپ زد ببینیم زد چگونه است. میبینید که تایپ زد رو str تعریف کرده. str یعنی استرینگ هم راجعش صحبت کردیم، یعنی یک چیزی که داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار گرفته. پس با استفاده از تایپ ما میتونیم نوع متغیرامون رو به دست بیاریم. اینکه پایتون چه نوعی رو به این متغیر اختصاص داده، کافیه فقط از دستور تایپ استفاده کنیم، داخل پرانتز اسم متغیر رو ذکر کنیم. ما گفتیم که متغیر یک ظرفی از حافظه است که شما میتونید یک مقداری رو داخلش بریزید. به طور کلی شما میتونید هر نامی رو که دوست دارید برای متغیرتون انتخاب کنید. مثلا PD مساویه با 12 یا امید مساویه با 25 و یا یه اسم دیگه مثلا اصغر مساویه با یک رشته. پس اسم متغیرتون میتونه هر چیزی که شما دوست دارید باشه. هرچند از لحاظ برنامه نویسی شما هیچ محدودیتی برای نامگذاری متغیرهاتون ندارید، در عین حال انتخاب این نوع مدل نامها برای متغیرهاتون کاملا یک روش غلطه. ما راجع به خوانایی کد زیاد صحبت کردیم. فرض کنید این برنامه‌تون به دست یه برنامه نویس دیگه برسه. وقتی اون برنامه نویس میبینه این برنامه رو و میبینه شما از یک متغیری استفاده کردید مثلا به اسم PD، اصلا متوجه این نمیشه که شما داخل این مثلا یک عدد رو ریختید، چون هیچ تناسبی بین نام متغیر و مقداری که داخلش ریختید وجود نداره. به خاطر همین توصیه میشه که از نامی استفاده کنید که با محتوای داخلش تناسب باشه تا باعث بالا رفتن خوانایی برنامه‌تون بشه و وقتی یک برنامه نویس دیگه این برنامه رو دید متوجه این بشه که داخل این متغیر چه چیزی قرار گرفته. مثلا من برای اینکه یک عدد رو داخل یک متغیر نگهداری کنم میتونم از یک متغیر به نام نامبر استفاده کنم، یا اگر میخوام اسم اشخاص رو در داخل متغیر نگهداری کنم میتونم از متغیری مثل person name استفاده کنم و داخل این یک اسم بریزم. و نکته دوم همین که هر زبانی برای نامگذاری یک سری قواعد خاص خودشو داره. مدلی که من الان استفاده کردم person name، به این مدل میگن مدل کامل کیس. این مدل توی زبان‌هایی مثل جاوا استفاده میشه. برنامه‌نویس‌های پایتون برای هر چیزی سبک خاص خودشونو دارن، حتی برای نامگذاری متغیرها. و در پایتون توصیه میشه که متغیرهاتون رو تماماً با حروف کوچیک بنویسید و بین کلماتتون با استفاده از آندرلاین فاصله بندازید. یعنی من اگر بخوام پرسن نیم رو به پایتونی بنویسم به این شکل باید بنویسمش، پرسن آندرلاین نیم. هرچند گفتم محدودیتی برای نامگذاری متغیرها وجود نداره، اما ما از این به بعد از سبک مختص به پایتون استفاده خواهیم کرد. حالا توی این چیزایی که اینجا ما نوشتیم من دو تا چیز رو میخوام شما حدس بزنید. اول از همه محتوای پرسن نیم هست. به نظر شما الان محتوای پرسن نیم چی هستش؟ فیلم رو پاوز کنید و به این موضوع فکر کنید. محتوای پرسن نیم PD نیست. محتوای پرسن نیم 12 هست. چرا؟ من الان به پرسن نیم یک متغیر دیگر رو اختصاص دادم. این چیزی که من در اینجا نوشتم داخل دابل کوتیشن ننوشتمش، یعنی با این کاملا متفاوته. این یک متغیره و متغیری که ما اینجا با این نام داریم اینجا هست و محتوی PD یک عدد هست، یعنی 12. به خاطر همین محتویات پرسن نیم هم شد 12. و نکته دوم راجع به نامگذاری متغیر هاست. کاراکترهایی از این قبیل رو تست کنید و ببینید آیا میشه متغیری رو به این نام انتخاب کرد، یا مثلا متغیری داشته باشیم که اسمش عدد باشه. اینجور چیزها رو خودتون بررسی کنید. برای بررسی کردنش کافیه یک دستور کوچیک بنویسید و تست کنید. اگر به شما خطا داد معلومه که نمیشه، ولی اگر خطا نداد پس این کار مانعی نداره. و چیز سومی که میتونید تست کنید ترکیب حرف و اعداد هست، مثلا M1 1M. این دوتا رو هم تست کنید و خروجیاشو ببینید. بعد از آشنا شدن با